زروج، زاده ناحیه دنغرم. من 49 سال زیاد تجربه آموزگاری دارم. من مؤلف 65 مقاله 12 کتاب هستم. من 2003 سال درس‌های بیوفیزیک در دانشگاه ملی من حمایت کردم. بعد از آن دشمنای من فکر روسیه خطای بی امضا روان کرده کاری من قبول نکردن. من برای روسیه رفتن من مبلغ نیافتم. من مراجعت کردم به رکتور دانشگاه طبی. رفته کارم اثبات کنم. ما مبلغ نداریم برای شما گفتن. بعد از آن من باز به کار علمی و کرده با یک چند کتاب من نوشتم کتابای. من التماس میکنم که از جناب عالی به من کمک رساند به رفته و که روسیه رفته من کار علم خودم اثبات کنم. همینقدر تجربه کار آموزگاری دارم، لیکن 348 سمانه نفقه میگیرم. نفقه من تماما کم است. به زندگی من نمیرسد. من میخواهم که نفقم بلان برداشته به من کمک رساندن. حاضر من کار نمیکنم، در یگانجا کار نمیکنم. شما میگوید پنسیونر، گفتم من کار به نگرفتم. من مکتب میانه به کار کردم. مکتب میانه باید دور از جایی که من زندگانی میکنم تا من دور است، من نمیتونم. من در کارگان تپه 2 تا دانشگاه است، هر دوش به من مراجعت کردم. دانشگاه انرژتیکی، دانشگاه ناصر خسرو. نمیگوید ما پنسیونر کار به قبول نمیکنیم. برای پنسیونر ما کار نداریم. من سالهای دراز در نوسیبیرسک که کار علمی کردم. در نوسیبیرسک کردم کارهای علمی. لیکن با موفقیت باید کردم. شهادتنامه مؤلفه دارم. لیکن در تاجیکستان یگان من دستگیر نکردن. من میخواستم که به روسیه روم، کار علمی من اثبات کنم. دوی مسئله نفقه من تماما کم نمیرسد. نفقه من یگانه اردو دارم. از شما خواهش داریم که سوال ما را با پررگی جواب گردانید. بعضی عائله های هستند که مادرانشان را اپا یا کیانگا میگویند. آیا در نزد خداوند گناهگار هست یا نه؟ نه، گناهگار نمیشوند. اگر مادر بگین از همه در بهترین همین است. پدر بگین یا به لفظ آذری که ما و شما آتا میگیم یا اتا میگیم، اینو بهترین هستند. از اوی که مثال ینگا میگین، از اوی که اپا میگین، اینا البته در راست مادر استفاده کردن اینها از روی منطق خطا هست. لیکن مادامی که نیت ما نیتی همچون مادر همچون یک برای احترام است، باکی ندارد. لیکن خوب میشود که ما و شما آچه و آتایی که داریم کلمه ها همینا را استفاده کنیم، این بهتر است. از کلمه هایی که مامشکه و از کلمه هایی که موی سفید حذر کنین. عیب است، عیب. داملای محترم، من پدر و مادرم را گفتم مرا زن بده. او برای من گفت رفته خودت کار کنه زن بگیر. آیا پدر حق دارد یا من؟ در بعضی از حدیث ها در گردن پدر و مادر 4 حق است. یکی نام خوب ماندن، یکی فرزند را خط نکردن، یکی پیش یک عالم برده تعلیم اسلام کردن و 4 فرزند خانه‌دار کردن. اینا حق پدر هستند. لیکن امروز این جمعیت، این شرایط خود همون جوان خود فکر کنند. پدر ما و شما در زمان ما و شما را زن دادن میتونست که همه شرایط آماده بود. امروز این پدر و مادر ما و شما باز منتظر ما و شما هستند. ما خود کار کنیم، خود پدر و مادر را نان بتیم و به زم این باز خود خانه‌دار شیم. این بهتر است از اینکه پدر و مادر ما و شما دقت میتیم
پدر و مادر ما و شما مثال حقهای خودمان بالای او میپرتاییم، از این در خدمتشان کنیم، عائله دار شیم، دعاشون بگیریم، این برای ما و شما بهتر است. نگردیم از پسیانی که پدر ما حقدار است که مرا زن بتد بیستیم مطلی او به یگان کار دست درازی نکنیم، اینم خطا هست. ما با یک رفیقم نشسته بودیم، رفیقم ناخونهایش را بریده بخورد. من به او گفتم که برای چی ناخونهایت را میخوری؟ او گفت که من رزقم را زیر پا نمیگذارم. این سوال مرا جواب دهید. البته این ناخونی که ما و شما از ناخونهای پا میگیریم یا دست میگیریم، این رزق نیست، اینا حرام است خوردنشان. مادامی که اگر این رزق باشد میشود یا نه. من از شما خواهش دارم که این سوال مرا با پررگی جواب دهید. یک برادر بود است، ممکن که کرتش یا ممکن که میکش بی نماز است و لباس بالاگیش با نماز است. آیا نماز همان شخص جایز می شود؟ نه، جایز نمی شود. خدا در قرآن ما و شما را چی می گوید؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و ثیابک فطهر. خدا می گوید وقتی که تو بالای جای نماز می برای، ذکری بر من میکنی، لباس ها تا پاکیزه کن، لباس ها تازه باشند، بعد تو ذکر خدا را بکن. اگر در لباس شما در کدامش نباشد، خواه روگیش باشد، خواه تاگیش باشد، بی نماز باشد، نماز شما جایز نمیشد. و فی ثیاب البزلتی، حتی عباره مختصر بین میگوید اگر لباس چیرکین باشد، بوی میکردگی باشد، اون نماز میخواندگی ثواب ندارد. از چیرکش، از بوی لباس هم پرهیز کنید. اگر نجاست آلو باشد یا بی نماز باشد، به طریق اولا نماز ما و شما درست نمیشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. علم شما را خدا باز دوچنگ گرداند. اول من به بیماری قند مبتلا هستم، در حق من یک دعای شفا کنید. دوم، بعداً آیا تلبنده را دشنام کردن، از خانه پیش کردن گناه نیست؟ این کار را کسی کرد که دستی رسا و با دولت است. برادرایی که به کسل قند مبتلا هستند، علالخصوص در این جمعیت ما، در این محله ما هم و این کسل قند چندین نفرها مبتلا هستند. علالخصوص این سوال دهنده هم طلب شفا کردن، خدا همگیشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بسازد. و این سوالی که کردن، آیا تلبنده را از نزد خانه دشنام داده و از خانه پیش کردن و زمیانی که دستی رسا دارد آیا جایز است یا نه؟ آیا گناه نیست؟ البته گناه است. خدا در سوره والضحی و ما و شما تذکر می دهد و اما السائل فلا تنهر. شما وقتی که تلبنده خانه شما وارد شد، شما بالای تلبنده گپی سخت نگین، یعنی در تلبنده را دشنام نتین، تلبنده را از نزد دروازه پیش نکن، بلکه چیکار کن؟ اگر دستت رسا باشد چیزی بر او عطا کن، اگر لباس زیادتی داشته باشی بر او عطا کن تا که لباس بدنش نو کنه. شرط نیست که تو به همین 10 درم و 20 درم جان تعظمو که از بزم دولتی داشتگید تو خلاص کنی. اگر میتونی جوان مردی کن، خدا دولت بر تو داده است، بهر این داده است که دست یک تلبنده را بگیری، دست یک همسایه را بگیری، دست یک طالب علم بگیری، برای یک برادر یک کتاب بخری، برای همین دولت داده است. دولت برای چی دیگر هست؟ رسول اکرم چی میگوید؟ در حدیث مبارک میگوید هر وقتایی که اگر متنهای عربیش نمیگم، ابو هریره روایت میکند وقتی که انسان سحر از خواب بیدار میشود، 2 ملائکه بالای خانه همان شخص میفراید. یقول احدهما، یک تای همین ملائکه چی میگوید؟ اللهم اعطی منفقا خلفا. خدایا اگر همین بنده تو خیراندیش باشد، همین بنده تو دست درازی کند، همین بنده تو سخی باشد، خدایا اگر 1 سوم همین بنده صرف کند، در عوضش 700 سومش عطا کن.
و یقول الاخر، لیکن ملائکه دویمش چی میگفت است؟ اللهم اعطی ممسکا تلفا،